بریم سراغ ویدیو. خب اول توضیح بدم. این ماشین درگه. خب شاید یکم بطور نباشه. من تو یکی از خارجی دیدم که لگو درست میکنه. من از خلاقیتم استفاده کردم. این که درک میدونین که دیدین شاید یکی باید یا دو بار که چرخاش کلوفتر از عقبه که وقتی مومو انجین روشه اینجوری بلند میشه. خب حالا میخوایم درستش کنیم. اینم موتورشه. خب مثلا خب من ماشین رو میارم اینجا. اول باید چی کار کنیم؟ اول اینکه اصلا این وله. خب اینم این جای موتور دست موتور، اینم دست موتور دومه. اینم پای استند موتور. یه موتور V8 خیلی ناناز با یه رادیاتور معمولی روشه. اینم الان حالا تعلیق و بادش هم میگم که چجوری قراره باد بده موتورش که حتی اگه واقعیت هم کار نمیکنه یه جوری شبیه سازش کنه. ماشین میره کنار، موتور میاد. اول با موتور کار داره. اول موتور رو وا میکنیم، از رو استند در میاریم. خب این موتور V8، اینم وسایلش دیزل. این دریچه گاز، اینم اون یکی دریچه گاز. یه جوری خودم ساختمش ایدهشو 4 سیلندر بالا 4 سیلندر هم پایین. خب حالا این چجوریه؟ این که چیز رادیات روغنیه که مثلا یکم حالا باد خنک میکنه. این میره زیر. خب این چجوریه ساختارش؟ نگاه کنید. یه هر جور حساب کنید چون موتور پشته. ببخشید. خب اگه هر جور حساب کنیم چون موتور پشته بهش باد نمیرسه و باعث جوش آوردن موتور میشه. پس موتور رو من یه چیزی درست کردم. این که وقتی راه میفته باد از اینجا اینم هست. این باد از اینجا میاد میره تو و تو کل موتور رو خنک میکنه. این رادیات هم که مثلا اینجاشو وسط جلوشو چیز میکنه، سرد میکنه. اینجا هم کارتل هم چیز میکنه. از همون زیر یه چیزی هست، یعنی این باد که بادو میکشونه این بالا. اینجا جای دست موتورشه. حالا بهتون این جمع کرده است. ویدیوشو گرفتم ولی چیز نقششو گم کردم. اینو نتونستم دیگه دوباره ویدیو بگیرم که بزنم. بعد رکورد نبود. اینو که جمع کردم چیز بود. نه نمیشد ویدیو گرفت. این لوله هاشه. این از اینجا وقتی این لوله دومه، این لوله اوله. وقتی گاز میده از اینجا میاد تو خنک میشه میره تو موتور. بعد این همینجوری روند ادامه داره. بعد این تو رادیات هم یه جوریه که مثلا چیز پیچیه سرد میکنه. مثلا از این تو باد رد میشه. اینجوریه. من نقشش همینجوری بود. خب بریم که جمعش کنیم. خب اول ماشین آهری رینگ اضافه هم داره. این حالا بمونه کنار، ما به این نیاز داریم. خب این باشه. خب نگاه کنید. اینجا میخوره، یعنی رادیات پشته. نگاه کنید. این
اما پیش گوشتی این میخوره به این میخوره به این، بعد اینوری میخوره به این. حالا این دست موتورشم کو دست موتورش؟ دست موتورشو گم کردم. آها نه چسبوندم اینجا. نگاه کنید اینه. خب این میخوره به اینجا. آیا خدا ترکید موتور. یادست. آخ چی شد؟ خب میره تو. اینم که میاد اینم اینجوریه. خب یه بچه من تازه به یوتیوب اومدم، بعد یکم مثلا بلد نیستم مثلا ادیت و چیزا. اگه مثلا تونستین لینک ویدیو چیزا اگه ادیت کردین تا حالا یه ویدیو بفرستین که من بدونم چجوریه. خب اینم زدیم تو. خب اینم رفت جا. حالا این چجوریه؟ این میخوره به اینجا، این میخوره اول به اینجا، اینم یه کوچولو چیز شده رفت جا. اگه دقت کنین نگاه کنین دیگه موتور لغوه نداره. خب الان نوبت اینه. نگاه کن خب رادیات نمیذاره 100%. خب منطقیه که نمیذاره بیاد بالا. اینو من ساختم. این یه دست موتور که دست گیرشه چون لگوه نمیشه که یه موتورم قرار بیاد به دستم. یه موتورم چیزه سوزوکیه، بعد 2 سیلندره. اونم میاد موتورش که با هم تو ویدیوش جمع میکنیم. اونم براتون ویدیوشو میذارم. هنوز که نمیاد چون یکم از دیجیکالا چون سفارش دادیم. خب اینم اینجا. خب الان بهتر رفت جا. اینم میاد اینجا. برو دیجیکالم که میدونه کم دیر وسایل رو میرسونه به دست آدم، از مغازه خرید کنه بهتره. خب این الان اوکیه. خب گلگیرم دیگه اگه نگاه کنید بازی نداره. خب حالا بریم سراغ جلو. حالا اینجاشو توضیح بدم. من تو ماشینای درک که دیده بودم، نگاه کنید تو ماشینای درک که دیده بودم، چون مثلا موتور پشت یکم سیم و کلاج نمیشه کرد، این کلاج هیدرولیکه. این مثلا وقتی این کلاج میگیره. اینم دندشه، اینم دنده دوم. یعنی مثلا بذاری میشه اینجوری میکنه میشه فور ویل 4 تا چرخ. بعد اگه اینجوری کنی یکم چیز خرابه. این چیز میشه فقط عقب. اینا من یه ویدیو اینا اگه موتورش مثلا آلمیچر بذاری این، اگه آلمیچر بذاریم این پشت اینجا روشن میشه، و اگه مثلا این دنده رو چیز کنیم مثلا حرکت میکنه چیز. این پیستوناش توشه یک کوچولو اندازه انقدر. بعد چیزا اینو میخواستم توضیح بدم. اینم خروجی دومشه که هوا رو نگاه کنید. هوا رو از اینجا میگیره میده به پشت. گفتم که کارتل چیز نشه، روغن نسوزه اینجوری. اینم اون یکی. خب
آها بودو. یا خدا دزگیر کدوم ماشینه؟ مال ما که نیست. چه رگباری مال ما. خب این ماشین داره شد. مرسی که تا اینجای ویدیو اگه با هم بودین ساب کنین تا مثلا یکم من روحیه بگیرم که بتونم چیز کنم، ویدیو اینا بذارم. گفتم شاید موتورم برسه به دستم، بعد جمع کردن اونو میذارم. سعی میکنم کوتاه باشه. پس تا ویدیوهای دیگه خداحافظ.